این پستو بفرست برای اونی که میگه زمانش اختلاس نداشتیم. تو همه دوران شاه هیچ کسی اختلاس نکرد، اصلا کسی نمیدونست اختلاس یعنی چی. بریم یه سر بزنیم به روزنامه‌های اون زمان. 22 اسفند 1350 800,000 تومان از بانک مرکزی اختلاس شد. 31 تیر ماه 1353 اسرار تازه شبکه اختلاس و رشوه‌خواری کشف شد. 16 بهمن 1354 اختلاس 50 میلیونی در زنجان کشف شد. 6 مهر 1355 اختلاس در بانک ملی. 24 آبان 56 اختلاس در شرکت کارخانجات ماشینسازی عراق. 22 بهمن 56 19 میلیون تومان اختلاس در بانک صادرات. 26 فروردین 57 300 میلیون اختلاس در شرکت تعاونی رانندگان تهران. این هم اعتراف خبرنگارها و شاه به افرادی که بعد از اختلاس از کشور فرار کردند. گروه‌هایی از مردم ثروتمند شدند و این ثروت‌ها مورد حمایت دولت که یا دستگاه دادگستری ما اونچنان کافی نیست و قوانینش قاطع و مشخص نیستند که بتونن جلوی سوء استفاده از امکاناتی رو که عدالت اجتماعی فراهم میکنه بگیرن، یا اینکه این دستگاه‌ها وظیفه‌شون رو درست انجام نمیدن. کسانی هستند که از موهبت‌های این مملکت استفاده کردن و رفتن و خانواده‌شون هم بردن و در جای دیگه زندگی میکنن. این دیگر مسئولیتش فکر میکنم که دیگه با هیچ کس نیست غیر از خودشون و وجدانشون.